بریم سر سوالات. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. یک کلید به دست ما بدهید. تو رو خدا یک کلید رو فراموش کنید. ما کلید خیری ننید. اگر بیل بدم دستتون بهتر از کلید. که در تربیت فرزندانمان چه دختر و چه پسر دوست دارم دامادم ولایتی شود، اما نمیدانم چه کنم. چگونه گوشی ها را از بچه هایمان بگیریم؟ حاج آقا خدا حفظتون کنه انشاءالله. بله. خب در مورد گوشی گرفتن از بچه ها ما یه درس 2 ساعته داریم در مورد روش گرفتن گوشی. تو کانالمون سرچ کن موبایل اینو تو کیش ما مفصل صحبت کردیم. روش این که چطور میشه مخ بچه رو زد، گوشی ها رو گرفت. من خودم 5 تا بچه دارم. تو ایام همین کرونا همه این تبلت ها مشهور رفتیم این دست دوم مرزونا گرفتیم دادیم دستشون دیگه. بچه‌ها همه پاکار تبلت و موبایل بودن. بعد درس که نمیخوندن. گفتم بابا علی داری چیکار می‌کنی؟ گفتم درس میخونم. بعد نگام کردم نشسته رو تخت به این زاویه موها تهاجمی تبلت دستشه. گفتم بابا تو داری درس می‌خونی چرا صدا ازش در نمیاد؟ بعد میرفتم جلو نگاه می‌کنم با یه حرکت سامورایی، یعنی کلا تبلت صفحش خالی بود، بازی خبری نبود. بعد یهو دیدم شده سر. گفتم بابا داری چیکار می‌کنی؟ که دارم معلوم بود دیگه. گفتم بابا لطفاً دیگه گیم بازی نکن. درست هم بخون. از معلم‌ها بپرسید بچه‌ها درس نمی‌خونن که. شاد رو باز نگم داشتن بازی می‌کردن و چیزای دیگه. پس میشود گرفت. چرا ما این کارو کردیم؟ ممنونم آقا خیلی بهتر کردید. بعد ما تبلت رو ازشون با تکنیک‌هایی که زدیم گرفتیم. تمام 4 تا تبلت‌ها رو گرفتم. رفتم جاش کتاب گرفتم. فروختم کتاب گرفتم. الان بچه‌ها هر دو تا سه تاشون اعتیاد به کتاب دارن. یعنی از مدرسه میرن کتاب میگیرن میخونن. اونجا توضیح دادیم چه بلایی سر این بچه‌ها در آوردیم. شما هم یاد بگیرید هم بلا میشه سرشون در میاد. تبلت رو میشه گرفت. بله هر کاری میشه کرد. فقط تکنیکاشو بلد باشید. کاری نداره. فهمیدن بچه‌هامون رو چجوری تربیت کنیم؟ اولین مسئله اینه که ما اگر عالم به اسلام باشیم میتونیم بچه‌هامون رو تربیت کنیم. اول باید خودمون قوی بشیم. مشکلی که ما داشتیم تا حالا همه چیو ول داده بودیم دست حکومت. اسلام مال حکومته. خدا پیغمبر کی آموزش بده؟ حکومت. یعنی اسلام را حکومتی کردیم به جای که حکومت رو اسلامی کنیم. حکومت که هنوز اسلامی نشده. حضرت آقا فرمود ما در مسیر حکومت اسلامی هستیم. اما قرار نبوده اسلام را حکومتی کنیم. یعنی آقا تمام آموزش اسلام رو حواله بدیم به آموزش پرورش. خب اگه نکردن چی؟ میشه این وضعیت آموزش وضعیتی که داریم. خودمون بیایم وسط تربیت اسلامی بچه‌ها رو دست بگیریم. و میشود اولش هم خودتون رو باید قوی کنید. 2 با بچه‌ها رفیق بشید. یه خانومی بهم گفت دخترم رو سرش در آورده، ما خانواده مذهبی چادری همه فلان، دخترم رو سرش نمی‌کنه. چه کارش کنم؟ گفتم هیچ کارش نمیخواد بکنی خانم. این بچه در روز چند ساعت در کنار تو لذت میبره. گفت چی؟ گفتم این دختر خانم شما چند ساعت با شما لذت میبرد. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی با تو بازی میکنه، تفریح میکنه، اشغال میکنه، با هم میریم کوه، با هم میریم تفریحات سالمه، با هم آشپزی میکنیم، او با تو صحبت میکنه، تو رفیقشی، عشق میکنه، تو مهربونی. شب وقتی میخواد بخوابه میشینی کنارش، حرفاشو گوش میدی، نوازشش میکنی، بوسش میکنی، دستتو میکنی تو دستش، بعد میگی قربونت بشم چه خوبی. هی پیام‌های مثبت، رفاقت. چقدر این کارو میکنی؟ گفت هیچی. گفتم چه توقعی داری که اون حرف تو رو گوش بده؟ شما فقط قول میزنید تو خونه به بچه. از در خونه، از در که اومد دختر تو جوراوات اونجا ننداز. برو پای ظرفشویی. حالا اونجا کن. مشقات نوشتی. حالا برو چیکار کن. حالا فلان کن. این کار چرا کردی؟ داری چیکار می‌کنی تو موبایلت؟ چرا ناخونات لاک میزنی؟ چرا اینجوری می‌کنی؟ چرا اینجوری می‌کنی؟ شما عذرخواهی می‌کنم یک سایه زقومی تو خونه. چه توقعی داری؟ هر چی از این دهان شما خارج شده تلخ بوده. از این چشمه تلخی تو توقع داری اون دریافت داشته باشد؟ اما رفیقاش هر کاری میکنن میگن ایول. بچه رو خراب میکنن دیگه. رفاقت باش میکنن. اون هر چرتی رفیقش میگه گوش میدی. شما پس باش رفاقت نکردید. با بچه ها رفاقت کنید، باشون بازی کنید، لحظات زیبا با شما داشته باشه. آقا این بازیایی هست تو خونه میشه انجام داد. بعضی وقتا وسط بازی جورچین نمیدونم، یه بازی زیادی هست میشن تو خونه انجام داد. بچه‌ها با شما بازی کنن و از کنار شما بودن لذت ببرن. مسافرت برید بچه‌ها اشغال کنن، دیوونه بازی بیارن، برید بالا کو، سنگ بندازید، برید تو دریا، خونه هر کاری بلدید.
بچه‌ها با شما هم بازی باشن، اون موقع پیام‌های شما رو دریافت می‌کنه. حالا بهشون پوشی هم بزن حرفتو گوش میده، چون رفیق نیستی بچه حرفتو گوش نمیده. مشکل اینه قر میزنی فکر کنی قر یعنی تربیت، اصلا قر زدن به معنی تربیت نیست. خب سوال بعدی چرا نماز؟ پسرم میپرسد چرا نماز بخوانیم؟ پیامبر وقتی نماز خونده برای خودش صلوات میفرستاده بابا در اذان شهادت به رسالت خود میداد. خب بله. خب سوال اول چرا نماز بخونیم؟ جوابش خیلی روشنه. ببینید چه کسی میگه خدا برای چی منو خلق کرد؟ خدا برای چی من نماز بخونم؟ جوابش اینه. اگر من شما رو مهمونی دعوت کنم، مهمونی، سفره، 10 رقم غذا، همه چی تشریف میارید، میل میکنید، خیلی بهتون خوش میگذره، آیا سوالی کسی میپرسه برای چی من اینجا دعوت کردی؟ تشکر فقط میکنه، یا دمتون گرم، چه مهمونی خوبی، چه باغ قشنگی. حالا اگر شما آدرس رو اشتباهی رفتی توی بیابونی، گم شدی، سگ دنبالت کرد، پاچت و سگ گرفت، زخمی، خونی، مالی، داغون، بعد میگی برای چی منو دعوت کردی؟ این چه چیز کوفتی بود؟ و راست میگی آدرس رو اشتباه رفتی. خدا گفته فمن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کی آدرس رو اشتباهی بره کوفتش میشه. و سگ در خونه خدا شیطون پاچشو میگیره، زخم و زیلیش میکنه. شیطون که میاد تو زندگی انسان با گناه هی تو سر کوفت میزنه به انسان که خاک تو سره. شیطان چی بهش میگه؟ اکفر فلما کفر قال انی بری. شیطان میگه کفر ببر، گناه ببر، بعد که گناه کرد شیطان میگه خاک تو سرت. فیلمای زشت نگاه کن، دختر آرایش کن، گناه که کرد شیطان میگه خاک تو سرت، از خودش بدش میاد. بعد میگه خدا برای چی ما رو آفرید؟ این آدم از نماز لذت نمیبره. وقتی انسان گناه میکنه میدونید روایت داره، میگه اولین اتفاقی که برای فرد گناهکار افتاد حظ عبادت ازش گرفته میشه، دیگه از عبادت لذت. بعد که نماز میخونه از نماز لذت. بابای بچه‌ش آورد پیش آقا بهجت، گفت آقا بهجت اینو نصیحتش کن نماز بخونه. آقا بهجت به پسره برگشت گفت پسرم نماز خیلی لذت داره، از حظ نماز لذت ببر، با نماز کار کن، چون از نماز لذت. چرا نماز لذت نمیخواد؟ گناه، دل که متوجه گناه، دختر BTS گوش میده، اون یکی فیلم زشت نگاه میکنه، سریال خارجی، کره‌ای، نمیدونم انیمه، این داستانا، نتیجهش چی میشه؟ نماز لذت نمیبره، چون تمرکز نداره، چون حضور قلب نداره. بعد میاد این سوال این برای چی نماز باید بخونیم؟ راست میگه، چون از نماز لذت. جوابش چیه؟ کمک کنن نماز لذت بر، گناه نکنه. بهش بگی مادامی که گناه میکنی از نماز لذت نمیبری و نخواهی فهمید برای چی نماز میکنی، نمیتونی استفاده کنی. خب حالا پیامبر تو نماز به خودش صلوات میفرستاده. آره گفته اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا میگه و آل محمد. آره مشکلش چیه؟ نه خود بعد میگفته مثلا خدایا بر من اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بعد میگه اشهد انی. نه لازم نیست، میتونه به خودش صلوات بفرسته به صیغه غائب، اشکالی نداره. یکی از حرفای چرتی که تو شبکه اجتماعی هست، اینو 200 بار من پرسیدم، مشکلی نداره. میگه قرآن خیلی جاها نیست، میگه آقا پیامبر به مردم دستور میده به پیامبر صلوات بفرستید. این آیه رو پیامبر اینجوری قرائت کرد یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، نگفت علیه. پیامبر اینجا وایساده میگه بر او کیه؟ خود منم. صلوا علیه و سلموا تسلیما. صیغه غائب به کار برد یا نه؟ صلوات. هیچ اشکالی هم نداره، در مقام آموزشه، داره به ما یاد میده. نماز هم همینجور پیامبر نماز رو میخونه، ما یاد بگیریم اینجوری نماز بخونیم، هیچ اشکالی هم نداره. درسته از خودش هم اول شک کنه. بله دقیقاً همونه. آخه اینش میگه، اونا میگن صیغش مشکل داره. میگه اثبات شده که اگر کسی از خودش هم برای زمان پیامبرم نداریم، اثبات شده که اگر کسی از خودش تشکر کنه در 24 ساعت، تشکر کنه در مقابل کارهای خوبی که انجام میده، این تقویت مثبت اعتماد به نفسش افزایش. بله اون که اونا فقط اشکالشون اینه که میگن پیغمبر رو صیغش مشکل داره. بله یه چرا پیغمبر به خودش صلوات بفرسته، خیلی خوبه. ما تو نماز میگیم السلام علینا،
آخر نماز خودمونم تعبیر میگیرید دیگه، السلام علینا و علی عباد الصالحین. اشکال نداره. آقا بنده خدا فکر نمی‌کنن رو سوال کپی پیست. عرض کردم کلا 300 400 تا سوال در کل کشور یکسانه. خیلی جالبه. چرا؟ چون منبع و ریشش یکسان، اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی. فرمودن دلیل معرفی جناب آقای رئیسی از طرف جامعه مذهبی و قول و وعده های رئیسی که تا حالا نتونسته به قولش عمل کنه، نکته تأثیر عملکرد در سفره مردم و جامعه معلومه، مثلا قول ساخت خونه برای جوانان جهت ازدواج و این داستان. خب بنده که آقا رئیسی رو نیاوردم، مثلا شاید من پرسیدم مثلا یکی دیگر شاید معرفی می‌کنه، اما الان که حالا به هر دلیلی یه نفر از جبهه انقلاب اومده نکات مثبت خوبی داره، حالا ممکنه نقطه ضعفایی هم داره، الان من بیام مردم از جبهه انقلاب، کسی که آقا شهادت میده این داره کار میکنه، هست یا نه؟ آقا نفرمود میدونید چرا اختشاش کردن؟ آقا فرمود به خاطر اینکه دیدن عشق گره هایی که در 40 سال گذشته باز نشده بود توسط این سید داره باز میشه، داره جلوی اینا رو میگیره، نون اینا رو داره میبره. واسه همین انقدر جیغ و ویغ میکنن، میگن کف خیابون زن زندگی آزادی میکنن، چون نوناشون رو داره میبره رئیسی، نونبری رو آغاز کرده. واسه همین اینقدر اعتراض میکنن. حالا ما مردم از آقای رئیسی ناامید کنیم. آقا سید اومده با تمام توانش، من نمیگم پرفکت و عالی و بهتر از این نیست، نه، همین آدم خوب داره تلاششو میکنه، خدا وکیلی کم نذاشته که داره کار میکنه، توانش اینقدره. خب حالا زیر یخچال گرفته داره میبره، حالا یکم یخچال میخوره در دیوار زخمی میکنه. الان بهترین کاری که من یه لگد بکشم زیرش یا من کمکش کنم که این آسیبا کمتر شه، کدوم بهتره؟ لگدش بزنم؟ کمکش کنم؟ خب الان تو جامعه شبکه اجتماعی چه خبره؟ به اسم متدین فقط دارن علیه آقا رئیسی کار میکنن. کارتون منطقیه به نظرتون؟ به عنوان جبهه انقلاب که باید رسوا میکرد شبکه نفوذ و نفاق و این جریانی که به اسم تکنوکرات اومدن، اونا که عاشق آمریکا و اسرائیلن، اینا رو ما باید رسوا میکردیم، تمام انرژی اون رو گذاشتیم فقط رئیسی رو تخریب کنیم. قربت الله میگیم کار آخه این تو جبهه شما دیگه کار دیگه ندارید، تمام خیانت‌ها حسن روحانی رو گفتید، الان اومدید نوبت رئیسی میگه نه حسن روحانی لازم است تخریب کنید، لازم است خیانتشو بگید، فقط رئیسی وظیفتون رو بزنید. داره فکر می‌کنید یه جوری نامیزونه؟ عزیز دل من، در جنگ رسانه فقط دشمن سلبریتی برای جبهه خودش نمیذاره، مسیح علی نژاد برای شما هم سلبریتی مخصوص تو انگلیس تولید کرده. امید نادان یادت رفت؟ سلبریتی تولید کرده دشمن برای جناب علی. علیزاده هم همونه، او خانوم هم همونه، سرلخته است، چپیه میده عکس حاج قاسم، سرلخت با عکس حاج قاسم. سرکارید عزیزم، سرکارید، بازی نکنید. آدرس غلط دشمن به شما نه. یه آقای بود تو کلاب هاست همش با ضد انقلاب بود، اومد تو ایتا کانال زد، جمعیت پول خرج کرد چند صد میلیون تومان، خودشو به عنوان جبهه انقلاب مطرح کرد تا که ما این آدم از نزدیک میشناختیم که آدم بی تقوایی. هر جا رفتیم بودیم آقا ملت مراقب باشید، کسی گوش نمیده. آقا سابقش معلومه، کار ایشون فقط تخریب رئیسیه. آقا فرمود تخریب نکنید، اینا دارن تخریب میکنن. دیوانه نمیدونم حضرت آقا به چه زبونی باید بگه تخریب نکنید. آقا ما نمیگیم ضعف نداره، کمک کن ضعفشو برطرف کن. آقا فرماندار تو شما ضعف داره، برو کمکش کن ضعفشو برطرف کن. شما دو تا کار میتونی بکنی، بیای ضعفاشو تو جامعه بگی، مردم رو ناامید کنی، 4 نفرم که می‌خواستن پولاشو در بیارن تولید کنن بترسن دیگه پولاشو نیارن تو بازار، یا بری کنار اون فرماندار، 2 تا تجربه شما داری، کمکش کنی ضعفاشو برطرف کنی. کدوم منطقیه؟ ما داریم چیکار میکنیم؟ حواستون باشه آقا فرمود خیلی از متدین حواستون باشه بعضی دارن تو جبهه دشمن بازی میکنن. هیجان زدگی همینه دیگه. تا کم میاریم فوش بدیم خاک تو سر رئیس. خب مشکل حل شد. این سید بدبخت روز قیامت خدا جلوتو میگیره. این بدبخت داره کار میکنه، کار داره میکنه، به خدا داره زحمت میکشه. انصاف نیست. این کجا حسن روحانی کجا؟ وجدان داشته باشه. هر چی آقا داره دستور میده داره تلاششو میکنه. من نمیگم تیمش عالیه، شاید بهتر از اینم میتونست تیم ببنده. بله یه 2 تا مشکل داره آقا ضعیفی رئیسی بگم. یک، آقا رئیسی به خاطر اون سابقه قاضی بودنش نسبت به رسانه کلا قاضی‌ها فوبیا دارن. رسانه میخوان حرف بزنن، هی 2 تا 4 تا میکنن، دادوغا و هنجار و سر و صدا بلد نیستن. میگه من حساب شده حرف بزنم، قاضیم، هر کلمه من بار حقوقی داره.
لذا تو رسانه شانتاژ نمیتونه بکنه مثل حسن روحانی. حسن روحانی میره خودش میدونه گند زده هواپیما نتونسته بخریده، گفت ما یک موفقیت و پیروزی بزرگ داشتیم، 100 تا هواپیما نخریدیم، نمیاریم براتون خوشحال باشید. همه مردم جشن هواپیما. آقا رئیسی 50 تا هواپیما چند روز پیش رفته خریده، آورده تو کشور تحویل هم داده. خب آقا رئیسی بیا جلو دوربین سر و صدا یا تو پورتی چیزی ایوه الناس امروز میریزیم تو خیابون جشن و شادی 50 تا هواپیما. 2 تاشو حسن روحانی نتونست بیاره، نه خبری نیست. آقای رئیسی ضعف رسانه دارد. آقا فرمود چی؟ مردم بیاد کمکش، بیاد کمک سید، بیاد خوبیات دولت رو بگید، خدمات دولت رو بگید. آقا فرمود به ما اینو یا نه؟ گفت وظیفه شما چیه؟ بیاید خدمات انقلاب، خدمات دولت رو به مردم بگید، لیست کن. خود آقا اومد لیست کرد، اومد تو تلویزیون خون. بود یا نه؟ خب تو این کارو کردی؟ به میگن جهاد تبیین. جهاد تبیین هوس‌بازی نیست هر کار عشقمه بکنم. جهاد تبیین انجام تکلیف است. دومین اشکالی که آقای رئیسی داره، آقای رئیسی خیلی آدم نجیبیه. آقا بعضی مثلا مسئولین اینجوری هم اتوبوسی میان اتوبوسی میرن. ایشون تو عزل و نصب خیلی دقت داره حق الناس نشه. مثلا ماها اگه باشیم میگیم فلانیو اخراج کن، فلانیو بنداز، فلان اون یکم چپ رفت بندازش بیرون. آقای رئیس میگه آقا از همه تا هر چقدر میشود استفاده کرد. من رئیس جمهور همم، اینوری اونوری چپ راست بالا پایین شب همه رو استفاده کنیم تا میشود از همه استفاده کرد. ما خود ما من این سلیقه رو ندارم، ما میگیم همه اینا رو بریز بیرون. ما اینجوری هستیم یا نه؟ چرا فلانی همه تو دولته؟ چرا فلانی تو؟ بعد نکته دوم، واقعا هم امکانش نیست همه رو بریزیم بیرون. 700 تا مدیر فقط تو 60 تا عوض کرده. 2500 تا معدنی که به صورت غیرقانونی واگذار شده است، حلقه اینا کشید بیرون. هر معدن اینا برنامه‌ریزی کرده بودن برای این پولا. دلار 4000 تومانی رو قطع کرد. اینا چجور از اون دلار رو رانت می‌گرفتن؟ شاکیان از دستش دیگه. هر موقع دیدید جریان ثروت و قدرت به کسی میتازه بدونید داره درست عمل میکنه. الان که همه روزنامه‌ها دارن به رئیسی فحش میدن بدونید نونش آجر کرده، دمش گرم، پس خوب داره کار میکنه. هر موقع دیدید همه اینا دارن به کسی فحش میدن صاحب احزاب، یعنی سیبیلاشون چرب، پس داره به نفع مردم کار میشه دیگه. اگر دیدی روزنامه ها دارن به نفع یه نفر کار میکنن بترس، چون سیبیل همه چرب شده یه دور. گرفتی چی شد؟ خیلی از اینا برای خدا قلم نمیزنن که. روزی دیدی روزنامه شرق و اعتماد و فلان و این حرفا اومد از رئیسی دفاع کرد، بدون داره غلط عمل میکنه. در برخورد با افراد هنجار شکن و بی‌حجاب وقتی تذکر داده میشود میگویند اینها از قدرت گرفتن زن میترسن. قدرت گرفتن زن یعنی فحشا یا ذلیل شدن زنه. زن تبدیل میشه به کالای جنسی، میشه غرب میشه. ارزش زن میشه مادامی که استفاده جنسی میشه از زن کرد. یعنی چند سالگی؟ 15 سالگی تا 40 سالگی. از 40 سالگی به بعد دیگه زن ارزشی نداره. زمان تموم. اینو تمومش کنیم پایان بخریسیم. قبل چه اتفاقی افتاده؟ زن قدرت گرفته، زنها رو لخت کرده. زنها که بشن کالای جنسی، مردها نگاهشون به زنها کالای جنسی باشه میشه غرب. چه اتفاقی افتاده؟ 2 تا خاطره بعد 18 بگم تمام. در غرب یک بیماری هست به نام کوارنتین، بیماری 40 سالگی. وقتی زن به 40 سالگی میرسه زیبایی شروع کنه به افول کردن. مردها پولشون شروع میکنه به صعود کردن. مرد پولدارتر، زن قیافش کمتر. مرده چون نگاهش به زن کالای جنسی میره سراغ زنای جوانتر، تعهدی هم به زنا نداره. زنا قصه‌دار میشن. زنای غربی به 40 سال که میرسن دیگه شوهرشون از دست میدن. حتی با اینا وارد رابطه نمیشه شوهره. جوری شده زنای غربی برای اینکه کسی با اونها وارد رابطه بشه پول میدن به افراد. مردای غربی اینقدر وارد رابطه با اینا نمیشن، سن که میره بالا اینجوری میشه. این تیتر رو سایت های اروپایی زدن. اورو نیوز خبرگزاری اتحادیه اروپا زد سنگال el paraíso sexual de las mujeres de mayorcitas europeas. کشور آفریقایی سیاه‌پوست سنگال بهشت جنسی زنای اروپایی که زنای اروپایی سن 40 سال که میگذره هیچ کی حاضر نیست با اینا وارد رابطه بشه. اینقدر زن بی ارزش شده. اینا میرن سنگال 100 یورو 200 یورو میدن یه سیاه‌پوست با اینا رابطه بگیره. اینه ارزش زن؟
خیلی خوب، خیر مقدم، بفرمایید برید دنبال غربیان. از شما از قدرت گرفتن زن میترسید؟ نه خیر، ما از بی‌ارزش شدن زن میترسیم. نگرانیم که حضرت زهرا دیگه از این جامعه در نیاد، مادر سلیمانی از این جامعه در نیاد. ما نگرانیم جامعه که نتواند اموی بنی پرورش دهد. زمانمون تموم شد، سال خوبیه، زیاد بود. یه یعنی بگید ما 2 تا سرفصل مفصل تولید کردیم تو آپارات. فقط اینا رو گفتیم نمکگیر بشید، برید درس‌ها رو گوش بدید. بالا 400 ساعت محتوا تولید کردیم براتون، تو آپارات هست. یکیش هست نقد وضعیت جنسی در غرب، همش رو توضیح دادیم. اسمش از سفرنامه فرنگ شیخ قمی. تمام اسناد بالادستی، سند 20 سند تربیت جنسی فلان فلان گفتیم. بعد 18 سال با بچه‌هاتون نشینید پاش. بعدم به من پیام داده، من با بچه 9 سالم داشتم نگام که آقا این حرفا چی بود داشتی می‌زدی؟ نه، برای بزرگتر است. 2 پاسخ به شبهات اغتشاشات. گفتم 400 تا سوال بیشتر که نیست. اینا رو الان 40 تا درس 2 ساعته. فقط مثلا شبهات در مورد رهبری رو 2 ساعت پاسخ دادیم. کانال ما در ایتا به نام شیخ قمی، در آپارات به نام شیخ قمی. ساده از سرچ کنید میاد، همش هست، درسنامه های ما هست. تاریخ تحلیلی صدر اسلام، یه دور تاریخ تحلیلی بخون چه بلای سر امیرالمومنین در آوردن، بفهم جریان حکومت داری یعنی چی. همینا که گفتیم، نقد یهودیت، نقد ادیان، اینا رو آوردیم براتون. ما تولید کردیم، رایگان در اختیار گذاشتیم. همت کنید، استفاده کنید، مدیون خون شهدا نشید. جهاد تبیین رسالتی است برای همه ما. اگر امروز مردان قیام کنید، انشالله تو مجلسی که در پیش داریم، چه مجلس خبرگان چه مجلس شورای اسلامی، مردان مؤمن به امام زمان رو بفرستیم مجلس، که خدایی نکرده مملکت امام زمان رو دوباره نخوام ببرن تو فضای فسق و فجور. انشالله آقا بخیر بشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.